سلام، امروز میخوام بهتون یه کلاه رافی آموزش بدم با این نخ کاغذی که خیلی هم بافتش خوشگل میشه. اول از همه اگه شما منو توی یوتیوب میبینید که حتما سابسکرایب کنید، لایک یادتون نره. اگه توی کانال آپارات میبینید منو حتما کانالم رو دنبال کنید، به خاطر اینکه هر چقدر دنبال کننده ها بیشتر باشه، هر چقدر ببینم که طرفدار بیشتر داره، منم اون آموزش رو بیشتر میذارم. آموزش های بهتری رو میتونم بذارم چون انگیزه بهم میده لایک و کامنت شما، فالو کردن شما. خب اول من یه گره زدم، اصلا حواسم نبود بهتون بگم. به این صورت دور انگشتم میپیچم و قلابم رو میذارم، میام 3 تا زنجیره میزنم به این صورت و میام 7 تا پای بلند دیگه توی این دایره میبافم به این صورت. این نخو میکشم که سفت بشه، سفت گفتم این دایرهش کوچیکتر بشه. 3 تا، این 4 تا، 5 تا. نگاه کنید کلا این باید 8 تا بشه. این اولی که ما 3 تا زنجیره زدیم به عنوان یه پای بلند، غیر این 7 تا دیگه من میبافم که بشه 8 تا کلا. به انتها رسیدم، حالا میام نگاه کنید 8 تا رو زدم کلا، میام این قسمت که انتهای کار من، ابتدای کارم از این ور میشه، انتهای کارم از این ور، به بالاش اینو وصل میکنم و میام 3 تا زنجیره زدم. اینجا میام چیکار میکنم؟ میام توی هر خونه 2 تا میبافم، یعنی کنار همین میام دیگه. من اینجا رو دیگه نمیخوام پای بلند ببافم، همون پایه متوسط خوبه. الان از همینجا من شروع کردم 2 تا 2 تا دارم میبافم، روی هر گندمی 2 تا میبافیم. این الان یه دونه، این دومین گندمی. نگاه کنید شما انتهای کار که رسیدین باید 2 برابر قبلی داشته باشین، یعنی اینجا 8 تاست، این بالا باید رج دومتون 16 تا دونه باشه. کانوای نخ رافیا یه ذره چون کاغذیه یه ذره سخته بافتن باهاش، ولی کارتون خیلی خوشگل در میاد. کانوا یکم آسون‌تره، ولی خب نخ کاغذی طرفدارش بیشتره. اینو همینطور ادامه میدم تا آخر این رج. یه نکته این که شما اینجا الان نیاید رو این بزنید، خب وقتی تموم شد بیاین این ورتر بزنید، یه خط نیفته، یه خط میفته اگه این کارو نکنید. خب الان باز ما رج بعدی رو مثل گردبافیه، ولی باید خیلی دقت کنین دیگه. الان باز من میام اینو میتونم نادیده بگیرم، به جز این برم رو بقیه ببافم و کار کنم. خب الان من میام از اینجا 2 تا میبافم، خونه بعدی که همون گندمی بعدیه یه دونه میبافم. دوستان ببینین حتما یه کانالم رو دنبال کنین، یا مثلا پیج اینستام اگه هست اینم دنبال کنید، چون من واقعا میبینید که سخت کار با این نخ و منم باید انگیزه بگیرم که اینا رو ببافم بهتون آموزش بدم.
اگه شما کانالم و پیجم رو دنبال نکنین، حمایت نکنین ازم، منم خب وقتی ببینم حمایتی نیست میگم خب اگه حمایت نمی‌کنن پس دوست ندارن اصلا این کارا رو. به خاطر همین منم دیگه بی‌انگیزه میشم دیگه نمیتونم بهتون آموزش بدم. شما اگه میخواین این آموزشا رو دوست دارین حتما کانال منو دنبال کنین. یه نکته خیلی مهم هست که اگه ندونین کارتون خراب در میاد. نگاه کنین اگه اینو مثلا تا اینجا بافتین، خب دیدین که کارتون تنگ شده، اگه بیاین اینجا رو بخواین وصلش کنین به اینجا کارتون این شکلی تنگ میشه، یا مثلا نمیرسه، مثلا تا اینجا رسیدین دیدین که این 2-1 تموم شد، اینجا هم یه دونه ببافین. اگه میبینین تنگه اینجا هم ببافین که کارتون خراب نشه. نگاه کنید الان من به انتهای کارم رسیدم. اینجا رو اولین خونه 2 تا، خونه بعدی 1، یعنی 2-1 اینطوری بافتم تا آخر. نمیام روی این سومیه، میام روی این بغلیه که کارم تمیز در بیاد، این خطه نیفته. الان میام چیکار میکنم؟ اینقدر این سفت هست که الان میام 2 تا خونه معمولی 2 تا خونه تکی میزنم، خونه بعدی رو 2 تایی 2-1 یعنی. اینو تا آخر همین رج ادامه میدم. الان میام اینجا نگاه کنید 2 تا خونه اول رو ساده بافتم، خونه بعدی رو 2 تایی یعنی همون دوبل. اینو همینطور ادامه میدم تا آخر این رج. اگه هم دیدید که کارتون چیز شده میتونید اینجوری خودتون با دست صافش کنید. نگاه کنید الان من رسیدم به آخرش، دیدم که اینجا یه دونه کم دارم ولی بافتم اینجا تموم شده بود، اینجا رو ولی بافتم. الان باز میام این قسمت میزنم، وصلش میکنم دوباره 3 تا زنجیره. ببینین شما میتونین 2 تا زنجیره هم بزنین، هیچ فرقی نمیکنه. چون که من اینجا دارم پای متوسط میزنم 2 تا زنجیره بزنم اوکیه. حالا من 3 تا دارم میزنم، الان 2 تا بزنم شما ببینید. نگاه کنید این 2 تا. دوباره میام از اینجا شروع میکنم. نگاه کنید این خونه هایی که چیزه تکیه توی هر رج اینا بهش یه دونه اضافه میشه، بعد یه 2 تایی میبافیم. الان من نگاه میکنم میبینم که اینجا اگه 1-2-3 تا بزنم میاد تا اینجا میشه 2 تایی. یعنی من میتونم اول این 2 تایی رو بزنم، بعد 1-2-3 تا ببافم، بعد اینجا 2 تایی رو بزنم که روی این نیفته، که این کار یه جور چیز میشه، بد میشه که اینا همه رو هم بیفته، یه زل درست میشه. الان من اینجا حمایت یادتون نره دوستان، من دارم رو شما حساب میکنم این آموزش‌ها رو ضبط میکنم و حمایت نکنید واقعا انگیزه‌ای برام نمیمونه که بخوام مثلا ادامه بدم. اینجا 2 تا میزنم، میام خونه بعدی همینجوری میبافم 3 تا. 3 تا خونه بعد معمولی. خب خونه بعدی 2 تا. همینو ادامه میدم. نباید اینا رو هم بیفتن، مثلا نباید روی من 2 تا بزنم، 2 تایی بعد این رج رو این بزنم. اگه بزنم کارم یه ضلعی بهش میده، مثلا این 6 ضلعیا هستن درست میکنیم اونجوری میشه. حالا من یه روز اونم درست میکنم، اشتباهاتش رو بهتون قشنگ نشون میدم توی بافتن که شما ببینیم. خب نگاه کنید همین شکلی ما اینو ادامه میدیم یه رج بعدی هم همینطور 4 تا میشه، بعد میشه 2 تا. شما این 2 تایی ها رو خودتون حواستون باشه که
روی هم نیفته. این گردی ما هم به اندازه دور سرتونه، کف سرتون، ولی اندازه فری سایزش 10 سانتی متر. یعنی شما از اینجا سانت میزنین، به 10 سانتی متر رسیدین دیگه نمیبافین. این قسمت رو به اندازه 10 سانتی متر بافتم و حالا میخوام دیواره کلاه رو ببافم، یعنی ارتفاع کلاه رو. سه تا زنجیره میزنم. هر مدلی که دوست داشته باشین میتونین این قسمت رو ببافین، ولی من میخوام این مدل رو بهتون یاد بدم. 3 تا زنجیره رو میزنم، یه زنجیره اضافه، یه خونه جا میندازم، میرم خونه بعدی، یه دونه پایه بلند میبافم. به این صورت. دوباره یه زنجیره، یه خونه جا میندازم، خونه بعدی، یه دونه پایه میبافم. میتونین اینجا هم پایه متوسط بزنین که آسون تره دیگه. پایه متوسط خیلی آسون تره. منم بیام پایه متوسط بزنم بهتره. با این کانوا یکم کانوا گفتم، با این نخ یه ذره سخته. به این صورت همین بافت و ادامش میدین تا هر تعداد رجی که اندازه ارتفاع سرتونه. معمولا اینو تا سر پیشونی میارن. ببینید من این قسمت رو بافتم، من 5 ردیف بافتم که سانتی متر هم بخوایم بزنیم 8 سانتی متره. شما میتونین این قسمت رو 8 الی 10 سانتی متر ببافین، بستگی به این داره که اگه میخوایم فری سایز ببافین میتونین همون 8 الی 10 سانت که میخوایم روی پیشونی بیاد دیگه، تا روی پیشونی ببافینش. اگه هم میخواین مثلا اندازه دلخواه باشه میتونین بیشتر یا کمترش رو ببافین، باز بستگی به خودتون داره. برای لبه کلاه که حالت این حالتی میشه، یکم باز میشه، ما باید به این مدل ببافیم. من میام اینجا رو شروع میکنم. الان اینجا 3 تا زنجیره زدم که به عنوان یه دونه پایه حساب میشه. میام توی هر خونه که گندمیه یه دونه پایه میبافم، پایه بلند. 3 تا 4 5 6. نگاه کنین ما اینجا 6 تا پایه میبافیم ساده. توی خونه بعدش یه دونه جفتی میبافیم. به این صورت. دوباره میایم 6 تا ساده میبافیم و یه جفت و همینو ادامهش میدیم تا این رشت تموم بشه. این ردیف رو من کامل کردم. نگاه کنید رسیدم به رج 2 از لبه کلاه. الان توی هر گندمی فقط یه دونه پایه میبافم. من برای این قسمت شما میتونید اینجا 3 تا زنجیره بزنید که بشه یه دونه پایه بلند، ولی من 2 تا زنجیره میزنم. گندمی های بعد رو به این صورت پایه بلند میبافم. تو تک تک این خونه ها پس یه دونه پایه بلند میبافیم تا آخر این رج. به این صورت. خب من اینو تا همین 2 ردیف ادامه دادم.
شما میتونید تا 4-5 ردیف اینو ادامه بدین. میتونین مثلا رفتین یه رج افزایش بدین، رج بعدی رو ساده ببافین. اگه خواستین اینجا مثلا 6 تا ساده بود، 2 تا 6 تا ساده بود، خونه بعدیش زوج بود، توی رج سوم شما 7 تا ساده ببافین، بعدی رو زوج. همینجوری اضافه میشه، 8 تا 9 تا اینطوری اضافه میشه خونه‌های تکا. حمایت یادتون نره، حمایت شماست. لایک، کامنت، فالو و سابسکرایب شماست که به من انگیزه میده که بخوام آموزش براتون ضبط کنم و بذارم.